تیزهوشان مجموعه مدارسی هستش که از دوره اول دبیرستان تا پایان کلاس 12 یعنی دوره دوم دبیرستان ادامه داره. اگر فرزند شما بخواد وارد تیزهوشان بشه، باید امتحان کلاس ششم به هفتم، در واقع ورودی آزمون تیزهوشان انجام بده و در صورت قبولی میتونه از کلاس هفتم تا پایان 12 توی مدارس تیزهوشان در صورتی که بتونه ادامه بده تحصیل کنه. بهترین موضوع این مسئله اینه که زمانی که کنکور بخوان بدن و وارد دانشگاه بشن، خیلی چیزهای خوب و بیشتری رو نسبت به بچه‌های معمولی که در مدارس معمولی میرن یاد میگیرن. اما وارد شدن به تیزهوشان به این راحتی‌ها نیست. سمپاد، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. وارد شدن به مدارس نیاز تلاش و کوشش قبل از امتحانه. یعنی اگر شما بخواید وارد این مدارس بشین، حتما باید یک سری کلاس ها و دوره هایی رو برید که مختص ورود به تیزهوشان هست.